زمینی ایران چه تانکایی داره؟ این تو کارش. نسبتا نیروی زمینی ایران از تانکایی مثل M24 M68 تشکیل شده که زیاد در زمان جنگ ایران و عراق دیده میشدن و قرامت گرفته شده. از تانک‌های قدیمی شوروی مثل 55 T-72 هم استفاده میکنه. ولی در حال حاضر و جدیداً تانک‌های خودتولید ساخته شده مثل تانکی به اسم ذوالفقار یک که میگن خیلی بیشتر برای مقابله با آبراهام زامنی ساخته شده و مقابل دومین تانکی که ساخته شده ذوالفقار 2 و ذوالفقار 3. تانک بعدی تانک کرار پیشرفته‌ترین تانک ساخته ایرانه و در حال حاضر میگن خط تولیدش در مالستان به شدت فعاله و بیش از 100 عراقه ازش تولید و وارد شده. تولید و وارد به لیوان‌های زرعی شده. میگن لیوان‌های زرعی تانک‌های دیگه‌ای هم دارن، مثلا کرارهای پیشرفته‌تر و تانک‌های دیگه‌ای مثل تانک‌های سبک‌تر از کرارن و کلاً برای مقابله با تانک‌های سبک. این تانک‌ها هنوز زیاد تولید و وارد ارتش نشدن ولی تا چند سال دیگه خیلی وارد